میگویند روزی برای سلطان محمود غزنوی کبکی را آوردند که پای لنگ داشت. فروشنده برای فروشش قیمت زیاد می‌خواست. سلطان محمود حکمت قیمت زیادی کبک لنگ را جویا شد. فروشنده گفت: وقتی دام پهن می‌کنیم برای کبک‌ها، این کبک را نزدیک دام‌ها رها می‌کنند. آواز خوش سر می‌دهد و کبک‌های دیگر به سراغش می‌آیند و در این وقت به دام گرفتار می‌شوند. هر بار که کبک را برای شکار ببریم، حتما تعداد زیادی کبک گرفتار دام می‌شوند. سلطان محمود امر به خریدن کرد و خواستگار کبک شد. چون قیمت به فروشنده و کبک به سلطان تیغ بر گردن کبک لنگ زد و سرش را جدا کرد. فروشنده که ناباورانه سر قطع شده و تن بیجان کبک را میدید گفت: این کبک را چرا سر بریدید؟ سلطان محمود گفت: هر کس ملت و قوم خود را بفروشد باید سرش جدا شود.